عرض درود و ادب به خدمت شما بینندگان ارجمند، گزارش مستقیم خود را از جریان بازی خوب بینندگان ارجمند، همانطور که شما البته اطلاع دارید در مرحله دوم رقابت ها بازی ها هفته گذشته شروع شد. نیرو و توانی خود را صرف کنند. از مرکزی میدان بازی شروع می شود و همانطور که ما و شما میبینیم فوتبال بازیکن دسته میزبان توپ را به بازی در آوردند. فردوس علی نظرов ببینید چگونه آسان توپ رو با بازی می‌دارد. او وضعیت خطرناک به وجود آمد. دروازه‌بان توپ رو در خطک دروازه به دست خود میگیرد. فوتبالبازان خطلان اینجا اشاره کرده ایستادند که گل به هدف رسید. داوری مرکز باشد به مرکزی میدان اشاره میکند به آن خاطر که توپ خطک دروازه رو عبور کرده بود و قربان علی بابویف بعد از یک اشتباهی که داشت در همان لحظه نتوانست توپ رو در اختیار خود نگاه دارد. البته دیده بودیم این چیز رو معلوم بود که او اوت رو اون طور به بازی می‌دارد که برای فوتبال بازیکن رقیب این چیز مشکلی زیاد ایجاد میکند. تکرارا میبینیم این وضعیت رو و اشتباه شد به اون خاطر که باری اخیر به تو محض همین فوتبال باز رسید. جزئیات زیادی است که برای ما شما روشن باقی میماند و دورهای بعدی شاید در موقع گیری دسته ها تاثیر جدی خود را رساند. خوب همین طرز دقیقه وقت اضافه کرده داور مرکز بهروز مرتضویف خاتمیوف در جریان آن ما شاهد وضعیت‌های خطرناک نشدیم. یگانه گلی که بود در دقیقه 25 رقابت زده شد. از تو با بازی در آورده شد. جفتش فوتبال باز در داخل جریمه و داور مرکز پنالتی تعیین میکند. نبود پنالتی تعیین کردن ضرور نیست، ولی ما شما میبینیم داور مرکز داور این چیز رو استفاده کرده پنالتی تعیین کرد. ضربه اجرا کرده میشود و دروازه‌بان اگر چند سانتی ضربه فوتبال بازی دسته کوکتاش رو معین کرد لیکن نتوانست آن را برطرف کند. محمد شریفی سید خوجه در دقیقه و هدف اولین درجهش پیروزی در این بازی است. محمد شریفی سید خوجه به نزد توپ بر توپ‌های طویل توپ از اوت خیلی خوب در قسم یکم راهنمایی کرد و میتواند البته با پیوست شدن به هجوم آنها را تقویت بخشد. باز یک امکانیت دیگر ضربه و گل. فوتبال بازان کوکتاش از اشتباه حریف استفاده کرده بالاخره حساب را تغییر میدهند و همان طوری که ما شما دیده ایستادیم دلیر یادگاروف که در روشن عزیزов در مرکز میدان و بعدا یک هجوم برخواسته بازیگران این تیم که صورت گرفت. عزیزبک سلطانوف توپ را به هم دستش رها کرد و دلیر یادگاروف باشد به زدن گل دوم موفق می شود. خلوتوف با توپ ایاری هم یک راه روش خاصی خود را دارد و وقتی فوتبال بازیکن چنین کار را میکنند میگوید کم بیش اون را به حقیقت نزدیک کنند وگرنه دفعه بعدی کسی به آنها باور نمیکند. حتی این چیز در فوتبال جهانی با استرهای رخ میدهد که عالمشمول مثل نیمار هفته شوی رو در چمپیونات جهان ببینید چگونه بعداً به خنده‌خرش تبدیل دادن. همینطور 4 دقیقه اضافه کرده داور مرکز خاتمیوف و با همین دیدار دسته های کوکتاش و خطلان خاتمه می‌یابد. حساب 2-1 به فایده دسته میزبان. هرچند آنها در قسم یکم اولیش گل سر دادند در دقیقه 20 ولی بعداً